5 تا از بهترین پاسورهای سوزنی که مناسب بازی هم هستن. دو تای آخری خیلی خواستن که حتما پست تا آخر ببینیم. اولین پاسور اسپارتاکوس، یه پاسور با طراحی باستانی رومی و کلاسیک فرانسوی که ادغامشون بسیار جذاب کرده. دومین پاسور تورنج، یه پاسور با طراحی سنتی ایرانی که فوق العاده جذاب و دوست داشتنیه و برای بازی یک مشکلم یکی از بهترین گزینه‌هاست. نقش با تو جوکر ببینید. سومین دسته کارتی که بهتون میخوام معرفی کنم پاسور زیبای سامورایی با طراحی‌های بسیار منحصر به فرد که روی هر خالی طراحی خاص داره و جدا از بازی کردن یکی از بهترین گزینه‌ها برای کلکسیون و هدیه دادن هست. چهارمین پاسور گلد سینگر، یه پاسور تم مشکی که بسیار با کیفیت هم هست. کیفیت ساخته این پاسور بسیار بالاست و به همین سبب ماندگار رنگ خیلی خوبی هم داره. برای کسایی که با تم مشکی دوست دارن بازی کنن یکی از بهترین گزینه‌ها چون تفکیک رنگ خیلی خوب و برخوری خیلی عالی داره. و اما آخرین پاسوری که خودم عاشقشم، آمبرا، یکی از بهترین پاسورها توی طراحی و کیفیت. آمبرا پاسوری که از جعبه‌اش گرفته تا خود برگه‌ها فوق‌العاده با کیفیت و زیبا هستن. با طراحی بسیار خاص و فانتزی و توی خریدش هیچ وقت شک به دلت راه نده چون تو عاشق این پاسور میشی. راستی توی کپشن واسط نوشتم که چرا پاسور سوزنی ارزش خرید بالایی داره و برای بازی حکم شلم یکی از بهترین گزینه‌ها که الان میتونی از بازی با بهترین قیمت و ضمانت تهیه‌اش کنی.